از خود ولایت نورستان آماده میشه در اینجا در کابل انتقال داده میشه یا نه اینجا شما کدام افراد خاص دارین که این لباس ها را میسازه؟ همین لباس های نورستان، صنایع دستی نورستانیان و فرهنگ لباس های فرهنگی نورستانیان دیگه در اینجا کسی قبلت نیستن، تنها مخصوص به نورستانیان میشه. دیگه چی چیزا اینجا به شما بفروشید؟ ما اول کوشش میکنیم که اولویت به صنایع دستی یا فرهنگی لباس های فرهنگی نورستان را میدیم. در اونو بخش بسیار ظروف زینتی است که از چوب ساخته شده. اینمی چوبای ارچه نورستان است که نورستانیا اینیا را زیادتر چیزای زینتی مثل به خاطر استفاده میوه‌دانی، قلمدانی. درباره از این بر ما بود به نظر مثلا معلومات بدین از چی ساخته شده؟ این بوتی تقریبا 200 سال پیش قدامت داره که در اون وقت استفاده شده، در وقتهای پیش. سلام های پر از مهر خود تقدیم میکنم به تمام عزیزانی که مرا از چینل یوتیوب ما هیپرمیدیا بیننده هستند. امید دارم در هر نقطه ای از جهان که ما را بیننده هستین همیشه لبخند در لبایتان جاری باشه. دوستان نازنینم، لباس های محلی یکی از لباس های مهم و ویژه در بخش پاسداری از هویت ملی ما است که به همین دلیل ما به یکی از فروشگاه های لباس های محلی نورستانی در ساحه شهر نو کابل آمدیم. اینجا آمدم صحبت میکنم همراه مسئول فروشگاه درباره رسم و رواج و فرهنگ مردم نورستان و لباسهای نورستانی. تا آخرین لحظات بیننده باشین و از برنامه امروز ما لذت ببرید. سلام علیکم، وقتتون بخیر. تشکر، زنده باشین، بخیر آمدید. امید که خوب باشین، فامیل محترم خوب باشه. ما از چنل یوتیوب ما هیپرمیدیا آمدیم که بیشتر معلومات بگیریم درباره لباسای نورستانی. کمره ما در خدمتتان است، اگر کدام حرف و کلام داشته باشین ببینید ما. تشکر. به بیننده های شما هم یک سلام گرم با شما میگم و بیننده های شما. خوش هستیم که امروز به نورستان فشن شما تشریف آوردید. همچنان ما هم خوش هستیم که وقت ارزشمندتان برای ما دادین که ما بیایم از اینجا معلومات بگیریم. اگر خود کوتاه ببینیم ما معرفی کنیم. اسم ما محمد اسماعیل غمیله از مسئول برند نورستان فشن. بسیار زیاد خوب. محمد اسماعیل جان، چقدر مدت وقت میشه که شما اینجا مسئول این فروشگاه هستین؟ تقریبا یک 5 سال میشه کاری صنایع دستی نورستان فشن یا تولیدات صنایع دستی نورستان را پیش میبریم. پیش از امو در کارهای دیگه مصروف بودیم. فعلا همین 5 سال تولید صنایع دستی نورستان در اینجا در نورستان تولید میکنیم، اینجا در کابل شهر نو میاریم. از اینجا باز مشتریای ما بیرون که از افغانستان هستن با اونا هم دیلیوری میکنیم. بسیار زیاد خوب. چطور خواستین که بیاین یک دکان، یک فروشگاه از لباسای نورستانی بسازین؟ طبعا نورستان یک نورستانیا صنایع دستی بسیار کلان دارن. کسی نبود که در این ورسه همون تو یک فروشگاه جور کنن، بس آنلاین هم بفروشن، مشتری بیرون که هم باشن با اونا هم رسال کنن. تقاضا در بازار زیاد بود، بس ما کوشش کردیم که در این عرصه فعالیت شروع کنیم. بسیار زیاد خوب. لباسایی که شما اینجا میارین از خود ولایت نورستان آماده میشه در اینجا در کابل انتقال داده میشه یا نه اینجا شما کدام افراد خاص دارین که این لباسا رو میسازن؟ همین لباسای نورستان، صنایع دستی نورستانیان و فرهنگ لباسای فرهنگی نورستانیان دیگه در اینجا کسی قبلت نیستن، تنها مخصوص به نورستانیان میشه. ما در نورستان در اونجا کارگاه داریم، در اونجا فروشات داریم، در اونجا تقریبا 60 نفر امرای ما مصروف کار هستند. تقریبا 30 دختر خانم هستن و دیگه آقایان هستن که در اونجا نورستان تولید میکنیم. در مختلف جای نورستان، چرا که صنایع دستی ما مختص به یک قریه یک جای نمیشه، هر جایی که صنعتکارای ما هستن اونا کوشش میکنن ولی یک کارگاه مخصوصا براشون جور کردیم، در نورستان جور کردیم. اینجا باز کابل
او را فروش میکنیم. بسیار زیاد خوب. اینجا بجز از اینکه شما مسئول این فروشگاه هستین، کدام همکار دیگه در اینجا دارین؟ بله، همکارای ما در جمهوریت بودن. فعلا کارهای صنایع دستی در افغانستان عموما یک کمی کمرنگ شده. مشتریای داخل در افغانستان او کسی خوش ندارن، توان خریدن ندارن. بیشتر مشتریای ما بیرون از افغانستان هستند. بخشی در آنلاین بس همکار داریم، ولی در اینجا در فروشگاه کسی نیست. بسیار زیاد خوب. بجز از اینکه در دکانتان در فروشگاهتان لباسای نورستانی به فروش میرسانین، چون من در اینجا بعضی چیزای بسیار زیاد مقبول دیگر رو میبینم، دیگه چی چیزای اینجا به شما به فروش میرسانین؟ ما اول کوشش میکنیم که اولویت به صنایع دستی یا فرهنگی لباسای فرهنگی نورستان را میدیم. تقریبا 8 نوع هستند. ما تقریبا در اینجا 2 نوع تنها داریم که بخشی پشم است و بخشی چوب است. تا 6 صنعت دیگر ما تا روز تولید نکردیم، چون توان هم نداریم. اما صنعتکارای ما که هستن پیر هستن، توان کار ندارن. در این کوشش میکنیم که اگر دولت، اگر کدام مؤسسه خارجی که ما همکاری کنن، ما میتونیم صنعت سنگ که ما از سنگا ظروف داشتیم، دیگ داشتیم، کاسه داشتیم، اونها را پس دوباره بیاریم. یک چیز طبیعی است. در اون چی که پخته پس یک چیزی کسی در او آشپزی کنه، بسیار یک طعم، یک چیز خاص داره. بسیار زیاد خوب، بسیار زیاد تشکر. درباره فروشاتتان برای ما بگوین که در این اواخر فروشات لباسای نورستانی، صنایع دستی نورستانی چگونه است؟ در این روزا بعد از تحولات افغانستان که آمد، فروشات در افغانستان عموما در کل صنایع دستی بسیار کمرنگ شده. زیادتر برندها از دست دادن، کارایشان خلاص کردن، تنها اکتفا با آنلاین کردن. از ما همون قسم در اینجا حضوری او فروشات نیستن. مردمای ما او توان خریداری ندارن. بیرون از افغانستان شکر الحمدلله خوب است. ما در هر ماه در هفته روان میکنیم بیرون از افغانستان. بسیار زیاد خوب. درباره قیمتایتان برای ما بگوین. قیمت ترین چیزی که تا بالا به فروش رساندین چی بوده و قیمتش چقدر بوده؟ قیمتش چرا که گپ قیمت که بیایه باز صنایع دستی طبعا قیمت میباشه، چرا که در اونجا مواد خام از دست میاد، بعضا جور میکنن. بسیار زیاد مشکل هم است و زمان زیاد میخوره. تقریبا ما لباسای داریم که در یک ماه اونا جور میشن، ولی قیمت هم زمان بلند برای قیمت هم میشن. یک لباس نورستانی بود که ما فروختیم، تقریبا $250 بود. $250 بود. بسیار زیاد خوب. اگر شما کدام مشکل نداشته باشین بریم بعضی از لباسا رو ببینیم، دای ما معرفی بگیریم. ان شاء الله. بسیار بعضی از تصاویر بسیار زیاد زیبا از فروشگاه داشتین. واقعا لباسهای بسیار زیاد مقبول، چیزهای زینتی است. زمانی که شما داخل فروشگاه شوین لباسهای زینتی نورستان ببینین، شما به یاد ولایت نورستان و فرهنگ و قدامتش میافتین. فعلا هم که من در بخش معرفی هستم، اینجا بسیار زیاد پکولای مقبول هستن. اگر درباره همین کلاه یا پکولا برای بینندگان ما معلومات بدین. پکول یک فرهنگ، یک فرهنگ لباسای فرهنگی نورستان است که در او ما 2 نوع پکول زیادتر نورستانی لباسایی که میپوشن، یک سیاه‌پوش هستن، دیگه سفید پوش هستن. نورستانی که در زمستان زیادتر در جای سرد زندگی میکنن، اونا سیاه‌پوش هستن، سیاه‌پوش هستن. و نورستانی که در گرم یک گرم زندگی میکنن، اونا سفید پوش هستن. ما پکول اینجا 3 نوع پکول داریم. پکولی که در دست جور میشه، در دست بافت هستن، پکولایی که ماشینی هستن. یگان مشتری خوش میکنن که ارزان باشه و پکول باشه. زیادتر مشتری کوشش میکنن، دیگه مشتری کوشش میکنن که دستی باشه، خوبش باشه. ما هر نوع پکول باز اینجا عرضه میکنیم. بسیار خوب. پکولایی که میسازین از چی آماده میشه؟ پکول اول پشم گوسفند او شسته میشه، بعدا اونا در دستگاه انداخته رخت جور میشه. بعد رخت که از دستگاه برآمده باشه اونا لغت میکنن، دفعه قابل استفاده نمی باشه. وقتی که او لغت شود جور شود، بعدا با سایزا پکول، کرتی، چپن دیگه
کل پروداکت ها جور میشه. بسیار زیاد خوب. در اونو بخش بسیار ظروف زینتی است که از چوب ساخته شده. درباره از اگه معلومات بدین کیا ایرا میسازن، از کدام چوب استفاده شده؟ اینمی چوبای ارچه نورستان است که نورستانیا اینیا را زیاتر چیزای زینتی مثلا به خاطر استفاده میوه‌دانی، قلمدانی، به خاطر صندوق جور میکنن، به خاطر زیورات و سامانان آرایش. این یک دانی است که از چوب ارچه جور شده. اینمی حکاکی بس نورستانی است. اینمی حکاکی را باز دیگه کس که صنعتکارا اجرا کردن نمیتونن. اینمی در وقت بلوچستان یک چیزی خاص بود. اینیا تاریخی نورستان هستن که در او وقت با اشخاصایی که کلان بودن اونها را به این رتبه داده میشدن. بسیار زیاد خوب. اینجا یک پتنوس بسیار زیاد کلان است. درباره از یک معلومات بدین. بسیار زیاد مقبول هم است. این از دو چوب جور شده. پتنوس چوب چهارمغز است و چوب ارچه است. چوب ارچه نورستان است. اینم باز در نورستان جور شده. صنعتکارای ما باز در اینجا میاریم، از اینجا بس فروش می‌کنیم. از این خوردم داریم و کلان هم داریم. بسیار خوب. باز نقشه از این امروی دست آماده میشه. امروی دست زیادتر کارهایی که در اینجا میشه این حقاقی نورستانی است. این باز یک چیز هندسه‌ای است، خیلی مشکلی بسیار زیاد مشکل است ساختنش، زمانگیر هم است. بسیار زیاد خوب. بسیار زیاد مقبول هم است. بیننده میتونن بیاین اینجا ببینن و بخرن. درباره از اینا به نظرم اینا شال هستن. پاتوی نورستان است. این ماشینی است، باسینیا دستی هستن، دو طرفی هستن. مختلف رنگای اینا را جور میکنیم. مشتری ما استفاده کنیم. ما زیادترین خوشبختانه تقریبا زیادتر فروشایی که در پاکول داریم و پاتو داریم. در چیزی آنلاین اصیل یک پلتفرم است. در اونجا تقریبا 180 برند شرکت ها در اونجا کار میکنن که یکی از ما مسئول داریم. امروز ما یک میتینگ داشتیم. بیشترین فروشات ما پاتو در 180 بیشترین فروشات ما پاتو و پاکول بوده. بسیار خوب. اینیا در دست جور میشن از پشم گوسفند بس اینا رو عرضه میکنیم. بسیار زیاد خوب. این پاتوهایی که میسازین یا خلاصه تمام چیزایی که میسازین کلش در ولایت نورستان ساخته میشه؟ بله، این کلا در ولایت نورستان جور میشه. پشمی هم نورستان است. در اونجا جور میشه. بعد هم دستگاهایی که بسیار قدیمی هستن دختر خانم‌ها پاتو جور میکنن. آقایان تنها کارای حکاکی میکنن و جاکت میبافن و کارای چاپن میدوزن. یعنی باف و ترجمه کردن زیاترش هم دختر خانم‌ها مشغول هستن. بسیار زیاد خوب. بسیار زیاد چیزای مقبول و انتیک هست. باز از کدام پشما زیاد استفاده میکنن؟ پشم گوسفند زیاد استفاده میکنن. تا جایی که من اینجا لباسای را دیدم بیشتر به زمستان کار میان چون از پشم هستن بسیار زیاد گرم هم هستن. نورستان طبعا یخ است. ما چیزای تابستانی نداریم. زیاتر ما کوشش میکنیم که فرهنگ خود نگهداری کنیم، امور رشد بدیم. چیزای بازاری باز ما اینجا تولید نمیار ارزان نمیکنیم. بسیار خوب. درباره از یا برام معلومات بدین که یا از کدام مواد استفاده شده؟ اینمی هم از پشم گوسفند است. وقتی که رخت جور شد تار بعدن تار در دستگاه انداخته چی جور میشه، رخت جور میشه. بعدن پاکول واسکارت کورتی مختلف مثال در این جور میکنیم. در این بس در این واسکارت هم جور میکنیم، چپن هم جور میکنیم، کورتی هم جور میکنیم. زیادتر مثال هر چیزی که مشتری خواسته باشه با سایز کننده هم جور میکنیم. به هر سایز اینا رو ساخته میشه. بسیار خوب. دوستای عزیز، در این بخش بسیار زیاد چیزای جالب انتیک قدیمی هست که من میخوایم درباره‌اش معلومات بگیرم. درباره از اینیا برام بود به نظر مثلا معلومات بدین از چی ساخته شده؟ بسیار زیاد قدیمی هست. بوت ما در زبان نورستانی واتسا یا چاموس میگیم. یعنی از نورستانی تقریبا ما گفتیم پیش 8 نوع صنعت هستند. او یک صنعت از پوست است. پوست گاو، پوست یاهو. در وقت بلوچستان نورستان یعنی صنایع تمام زندگی ضروریات از صنایع دستی پیش میبردن. از لحاظ صنعت در پای خود استاد بودن، خودکفا بودن. این بوتی تقریبا 200 سال پیش قدامت دارم که در او وقت استفاده شده. در وقتهای پیش اینا را با سیمپل ماونجا آوردیم که از پوست گاو و آهو جور میشد که آهو مثلا چی شاخش است
تقریبا یک 22 سال بود، 22 ساله بود که را کشته بود اونجا میدونستم. بسیار زیاد خوب قدیمی هم هستند. درباره از این کرا بر ما معلومات بدین که از کدام چیز استفاده شده؟ این طلا است، از طلا استفاده شده ده و برنز هم است که به خاطر دختر خانم استفاده میکنیم. بسیار خوب. است قیمتاشون چند است؟ قیمتای خو چیز قدیمی است، فعلا فروش نیست، به خاطر دیدن مشتری آوردیم. کمربندایتان است چی استفاده شده؟ کمربندای زنانه است و این پیچ یا پای بسته میکنن نورستانی بانوان. این کمربند نورستانی است، به خاطر زنانه است. با مردان باز کمربندشان از چی جور میشدن؟ پوست جور میشدن. بسیار خوب. چیزی که در جان من بسیار زیاد مقبول است. میشه درباره از این معلومات بدین که قیمتش چقدر است؟ اگر اندازه توانم بود که من بخرم بسیار زیاد خوشم اومد. واسه چی چیز استفاده شده به خاطر ساخت؟ این پشم گوسفند است. پشم گوسفند وقتی که رخت جور شد، ما پیشتر اشاره کردم، وقتی که رخت جور شد بعداً با سایزها، با مختلف سایزها چپن جور میشه. بعد می گلکاری میشه در دست. دو اقایان هم هستن، اونا با کمی که دراز هستن و این به خاطر بانوان است. قیمتش چند است؟ قیمتش 4,500. 4,500. خوب است دیگه، قیمتش مناسب هم هستن. قیمت چیزایی که معرفی کردین مرا فراموش شد که قیمتش پرسان کنم، شاید ببیننده ما سوال پیش شده باشه. قیمت از اینا چند است؟ قیمتی دایی باز یک کورتی نورستانی است و دیگه چپن هستن. تقریبا 12 متر رخت میخورن. 12 متر امی رختی از هم برش کلان نداره، تقریبا 30 سانتی از برش است، از او خاطر زیاد استفاده میشه. اینی هم 4,500 قیمتشان هستن. واسکت و بعضی واسکت هستن، بعضی واسکت هم جور میکنیم. واسکت بعد 2800 هستن. ایش با 6 متر تیکه میخورن. باز اندازه هر کدامش نظر به قیمتش فرق میکنه؟ نه مشکل نیست. تنها چپن چه نمیایه، خو اندازش مشکل نیست. بسیار خوب. در این بخش لباسای زنانه است به نظرم. درباره از اینا معلومات بدین که شما به جز از اینکه به خاطر مردا لباس میسازین به خاطر زنان میسازین، درباره از این بر من معلومات بدین. این خب مورس به خاطر امیل استفاده میشه و به خاطر گردن هم جور میکنیم. و این باز چپن رختش خوب بازاری است، اما ساختش با نورستانی میمانه. خب ولی چپن و چپن باز نورستانی است. بله، چیزی که بر ما دادین بسیار زیاد مقبول انتیک است. درباره این معلومات بدین که به خاطر چی استفاده میشه؟ میخک یا لونگ این دختر خانم‌ها در اونجا استفاده میکنن، در گردن میاندازن و این مرام است. در اونجا در نورستان اینا را دختر خانم‌ها استفاده میکنن. بسیار زیاد مقبول هم است. یک بوی خاص هم داره به خاطر چون از میخک استفاده شده، گیاه میخک استفاده شده. بسیار خوب. واقعا ولایت نورستان بسیار یک فرهنگ عالی داره. درباره لباسای زنانه بر معلومات بدین که آیا این لباسای زنانه در خود نورستان ساخته میشه و امی خانمایی که در نورستان زندگی میکنن امی قسم لباسای نورستانی میپوشن یا از دیگه لباسا استفاده میکنن؟ لباسا خو ما خلاص کردیم فعلا. دمی پیش گفتیم که آردر میگیریم آنلاین جور میکنیم با مشتری. اینجا حضوری چی نیست، از خاطر در لباس تنها خلاص کردیم. تنها چی مانده؟ چپن مانده. چپن هم مثالی چپن هم استفاده میکنن و این چپن هم که شما پوشیدین اما هم استفاده میکنن دختر خانم نورستانی. در نورستان هم استفاده میکنن، که بیرون از افغانستان هم استفاده میکنن. نورستانی که در خارج امریکا هستن، جرمنی هستن، اونا زیادتر فرمایش میکنن. بسیار زیاد عالی. در اینجا ما لباسای بسیار زیاد مقبول میبینیم. به نظرم لباسای شو و عروس هستن. با یکم برای ما معلومات بدید درباره اینکه که در ولایت نورستان عروسا چگونه لباس میپوشن، دامادا چگونه لباس میپوشن؟ عروس لباسای فرهنگی نورستان که بعد دست جور میشه، دختر خانم‌ها جور میکنن، اونا رو استفاده میکنن. یعنی چپنایی که شما پوشیدین، دیگه چپنایی که اونجا سرخ و آبی که هست اونا رو استفاده میکنن. و شاه هم امی چپنایی که ما پوشیدیم، امی چپنایی که دیگه شون سفید و گلدار که هست اونا استفاده میکنن. و یک لباسای دیگه هم ما داریم اونا رو استفاده میکنن دیگه. بسیار خوب. شما هم دیگه امروز چپن شاهی پوشیدین. این هم ساخت خود ولایت نورستان است؟ این دختر خانم که چیه،
این نورستانی نیست ولی او چپانی که چی پوشیده او به نورستانی است. بسیار زیاد خوب. اینجا ظروف بسیار انتیک هم است، مقبول هم است که قبلا به بیننده به معرفی گرفتیم. واقعا خوش آمد. بسیار معلومات گرفتم درباره فرهنگ و قدامت ولایت نورستان. بسیار زیاد خوش شدم که امروز همراه شما برنامه داشتم و وقت ارزشمندتان برام دادین و به ما و به بیننده درباره ولایت نورستان و لباسای نورستانی معلومات دادین. اگر کدام پیام داشته باشین به بیننده‌های ما کمری ما در خدمت شماست. از بیننده خواهش میکنیم که صنایع دستی افغانستان را حمایت کنن. به خاطر یک صنایع دستی از افغانستان که میگیرین حمایت یک صنعتکار افغانی است. بسیار زیاد تشکر. بیننده عزیزی که امروز ما را بیننده بودن، اگر واقعا از لباسای نورستانی خوشتان آمده باشه میتونین در ساحه شهر نو کابل پارک تاور اینجا مراجعه کنین، از لباسای نورستانی بازدید داشته باشین و خرید داشته باشین. و چیزی که فعلا در پیشم از واقعا یک بوی بسیار عالی داره که چون از گیاه ریحان جور شده. شما رو میسپارم به الله متعال. برنامه‌های دیگه فراموش نکنین. خداوند یار و مددگار.